چرا الله ذوالجلال دعاهای ما را قبول نمیکنه؟ این را ما باید دانسته باشیم که دعایی که ما میکنیم از سه چیز خالی نیست. اولا 100% الله این دعایی که ما میکنیم برای ما استجابت میکنه. اگر استجابت نکرد و او چیز ما را دست نآوردیم، مطمئن باشیم که الله 100% یک بلا را از سر ما دور میکنه. و اگر بلا را هم دور نکرد، در روز قیامت وقتی حساب کتاب میشود، یک مقدار بزرگ ثواب و اجر برای ما الله ذوالجلال حاضر میکنه که ما حیران میشیم که اینا از کجا آمدن. ما اینقدر طاعت عبادت نکردیم و الله برای ما میگه که این نتیجه همون دعایی بود که تو در دنیا برای ما از ما طلب کردی و برای تو ندادم، چون که برای تو دادن اون نعمت ضرر داشت، اما ثمره او را امروز در اینجا بگی. گذشته از این، الله دوست می‌داره که وقتی انسان عاجز بدنشه پیش الله آشکار بکنه و از الله طلب بکنه. الله صدا و ندای بنده های صالحش دوست می‌داره. بعضا وقت مشتاق شنویدن بنده های صالحش میشوه و حضرت جبرائیل امر میکنه که فلان بنده ما از ما طلب کرد، هر چیزی که طلب کرد از ما برآورده کنی حاجتشه، اما کمتر تأخیرش بدازه تا به من راز نیاز بکنه، بنده ما از ما طلب بکنه، آوازش دوست میدارم. و مانند همون هسته که بعضی از ما فرزند داریم، یک هدیه برای فرزند ما میخریم، او را در پشت ما بجا میکنیم، بعد داخل خانه میشیم و یک خیل نمایان میکنیم که بچه‌مون بدانه که چیز اوهست از ما پنهان میکنه. وقتی که این چیز فرزند ما بفهمه، در گردی ما میده و بازی میکنه، صدا میکنه که پدر یا اوتا چیزی داریم و پشت بجا میکنی، اونقدر هیجان زده میشه و از این بازی کردن بچه هامون ما لذت میبریم و باز جورتر پنهان میگیم نه چیزی ندارم، اما او بچه که باشه با یک هیجان باز در بالای ما میبروه، بازی میکنه، پدر جان میگه، دستای ما را بوسه میکنه که چیزی آوردی برای ما بتی، بعد برای او برآورده ما میتیم. بعضا وقت برای الله میگه اگر هر چیزی که الله خواست باش بگه او میباشه، یعنی هر چیزی الله اگر امر کرد او میشوه. اما بعضا وقت برای دوست داشتن و برای آوازی بنده خدا شنویدن بعض از طلبات ما را به تأخیر می اندازه. یکی از صحابه ها میگه هر چیزی که من از الله خواستم برای ما داد، من خرسند میشم و اگر نداد از او خرسندتر میشم، چون که این خواستی اول خواستی من بنده عاجز بود و این که خداوند برای من داد خواستی الله بود، من از این خرسندتر میشم برای که این خواستی الله بود. الله خوبتر و آگاهتر است که برای ما بنده چه چیز صالح دنیا و آخرت من است. پس وقتی دعا میکنیم برای اجابت دعا سراسیمه نشیم. الله حتما پاداشت ایره برای ما میده، چی در دنیا و چی در آخرت.